محترم نمایندگان وسایت اخبار آمد قبل از همه بار دیگر رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب عالی سید ابراهیم رئیسی را به تاجیکستان خیر مقدم میگویم. در دایره برنامه سفر ضمن ملاقات و گفت‌وشنودها در فضای حسن تفاهم ما مسائل مبرم مناسبت و همکاری‌های تاجیکستان و ایران را مورد بررسی قرار دادیم. اظهار باوری کرده شد که مشترکات زیادی تاریخی و فرهنگی دو کشور برادر می‌باید نیز برای تحکیم فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگری زمینه مشاهد می‌باشد. ما از فضای سازنده و تمایل مثبت مناسبت‌های دو جانبه امان و تشکل سطح و محتوای پرمضمون آنها اظهار قناعتمندی نمودیم. تأکید گردید که کشورهای ما برای گسترش و رشد و تحکیم میانبرده رابطه‌های همکاری در ساحه‌های گوناگون از امکانات فراوان برخوردارند. ما ضمن یادآوری از اهمیت و نقش مکالمه سیاسی سطح‌های عالی و بلند در روند گسترش همکاری‌های گوناگون جنبه از ادامه پرثمر و منتظم آن جانبداری کردیم. جهت دسترسی به هدف‌های والای جوابگو به منفعت‌های مردمان تاجیکستان و ایران بیشتر فعال گردیدن ابزارهای دو جانبه، اجرای فراگیر سندهای همکاری و موافقه‌های گوناگون سطح جانب‌ها شرط مهم دانسته شد. تحکیم میانبرده زمینه حقوقی همکاری‌ها و با واقعیت‌های امروزه مطابق نبودن آن را امر ضروری شمردیم. در حاشیه مذاکرات امروزه بسته نوی سندهای دو جانبه همکاری‌ها در سطح منطقه‌ها، شاخه‌های نقلیات، علم و فرهنگ، ورزش، اطلاعات و تکنولوژی و امنیتی به امضا رسید که پایه‌های حقوقی مناسبت‌های دو کشور را تقویت می‌باشد. جانب تاجیکستان توسعه روابط بین پارلمانی و فعالیت باثمر گروه‌های دوستی این نهادها را از جمله عامل‌های مهم رشد در این جاده ارزیابی می‌نماید. در برابر این نقش مهم کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، تکنیکی و فرهنگی در گسترش میانبرده روابط میان دو کشور مورد تأکید قرار گرفت. اظهار امید کرده شد که جلسه نوبتی کمیسیون نیز که در نظر است تا پایان سال جاری در دوشنبه برگزار گردد در بررسی فعال مسائل همکاری سهمی باسزا خواهد داشت. ما با قناعتمندی از روند رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و ایران در چند سال اخیر یادآور شدیم. با مقصد رشد میانبرده این همکاری‌ها ضرورت تلاش‌های مشترک جهت عملی نمودن برنامه درازمدت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور تا سال 2030 مخصوصاً تاکید گردید. با اشاره به همکاری دو کشور در ساحه سرمایه‌گذاری، علاقه‌مندی کشور ما با راه‌اندازی طرح‌های مهم در حوزه‌های صنعت، انرژتیک، نقلیات، کارکرد معدن، کشاورزی و سیاحتی ذکر کرده شد. با فعالیت منتظم کمیته مشترک سرمایه‌گذاری و شورای مشترک صاحب کاری را که به این مقصدها تأسیس داده شدند همچون عامل‌های مؤثر در این جاده می‌شماریم. ما جانبداری خود را از برگزاری دائمی فورم‌های صاحبکاران و نمایشگاه‌های مال و محصولات در قلمرو همدیگر ابراز نمودیم. کشور ما منفعت‌دار بودن خود را به جلب سرمایه جانب ایران با منطقه‌های آزاد اقتصادی کشور و تطبیق طرح‌های مشترک برای جانبان سودمند تاکید کرد. با همکاری‌ها در بخش انرژتیک از جمله بنیاد نیروهای برقی آبی و آفتابی در قلمرو تاجیکستان را از سمت‌های آینده‌داری همکاری‌های جانب‌ها ارزیابی کردیم. در برابر این ما از تطبیق لایحه‌های نقلیاتی و کمیونیکاسیونی که دو کشور را با هم و با شبکه‌های بین‌المللی می‌پیوندد جانبداری نمودیم. در این زمینه استفاده ثمرناک امکانات و ظرفیت‌های نقلیاتی و ترانزیتی دو کشور برای حمل و نقل مال و محصولات
و در مجموع توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی به نفع دو کشور دانسته شد. ما تاکید کردیم که ساحه کشاورزی سمت دیگری آینده‌دار مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و ایران میباشد و جانب‌ها می‌توانند در تطبیق طرح‌های مشترک در این بخش سهم بگیرند. رابطه‌های بین منطقه‌ها از سمت‌های نسبتاً نو و امیدبخش همکاری عنوان گردید. افزایش پروازها بین دو کشور و ساده‌گردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری‌ها در ساحه سیاحی شرایط مشاهد دانسته شدند. ما امروز سند مهمی را عاید لغو روابط بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و هم برای رشد منبعد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم می‌آورد. قابل ذکر است که طی سالهای اخیر رابطه‌های دو کشور در ساحه تندرستی تمایل رشد و توسعه را کسب کردند. ما از ادامه پیشبرد این روند از جمله در بخش داروسازی همچنین آماده نمودن و بازآموزی متخصصان این ساحه جانبداری نمودیم. همزمان تاکید گردید که ارزش‌های زیاد مشترک زمینه مشاهد برای رشد همکاری‌های فرهنگی و علمی میباشد. ما برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان و ایران را در قلمرو همدیگر از رویدادهای مهم در این جهت ارزیابی نمودیم. جانب‌ها از سطح خوبی همیاری در چارچوب دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی بخصوص سازمان ملل متحد و نهادهای آن، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه اظهار قناعتمندی نمودند. ما علاقه‌مند ادامه گسترش منبع همکاری‌های بسیار جانبه دو کشور هستیم. در جریان مذاکرات همزمان اطراف مسائل مبرم بین المللی و منطقوی بخصوص وضع افغانستان، قضیه فلسطین و مشکلات دیگر منطقه‌های درگیر جهان تبادل افکار صورت گرفت. تاجیکستان چون کشوری که جنگ شهروندی را پس سر کرده است، جانبداری خود را از حل مسئولیت آمیز مشکلات و نزاع‌ها و راه‌های دیپلماتی و گفت و شنیدها اظهار می‌دارد. با در نظر داشت محتوای مذاکرات و موافقه‌های حاصل شده می‌توان گفت که نتیجه‌های این سفر پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران بر روند رشد مناسبت‌ها و نفع مردمان دو کشور دوست تکانی تازه عملی خواهند بخشید. حالا با کمال میل رشته سخن را به مهمان گرامی جناب عالی سید ابراهیم رئیسی میدیم. مرحمت جناب عالی، سخن به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. خرسندم از اینکه امروز در جمع مسئولان و مدیران در کشور دوست، برادر و همزبان خودمون تاجیکستان هستیم. از رئیس جمهور محترم تاجیکستان و دولت دوستمون و مردم بسیار خوب این خطه صمیمانه به خاطر میزبانی و مهمان نوازیشون تشکر و تقدیر میکنم. بدون تردید این رفت آمدها بین دو کشور دوست میتونه در جهت توسعه روابط بین دو کشور مؤثر باشه. من در سفر قبل به دوشنبه با گفتگوهایی که با جناب آقای امام علی رحمان داشتیم و با مسئولین عالی تاجیکستان تصمیماتی رو گرفتیم برای توسعه روابط و امروز با گذشت ماه‌ها شاهدیم که روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی توسعه پیدا کرده. در مذاکراتی که با آقای رئیس جمهور داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ مانعی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود نداره. ما دو کشوری هستیم دارای
سابقه تاریخی، تمدنی و زبان مشترک داریم. این پیوند هرگز گسسته نخواهد شد و حتما میتونه پیوندهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور بیش از این میزان باشه. امروز جمهوری اسلامی ایران علیرغم تهدیدها و تحریمها پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داشته. در حوزه علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داشته. ما ظرفیت‌هایی در حوزه انرژی، کشاورزی، صنعت، در حوزه معادن و تجربیات بسیاری داریم که آمادگی داریم با مردم عزیز تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. علیرغم تهدیدها و تحریمها ملت ما و جوانان عزیز ما تصمیم گرفتن تحریمها را و تهدیدها رو تبدیل کنن به فرصتها و این فرصتها امروز در ایران اسلامی کاملا قابل مشاهده است. ما در حوزه امور فرهنگی با کشور تاجیکستان با اشتراکاتی که داریم بسیار میتونیم همکاری داشته باشیم و مقرر گردید با فعال شدن بخش‌های فرهنگی در دو کشور بتوانیم گام‌هایی در جهت توسعه زبان فارسی، در جهت توسعه فرهنگی و اونچه که امروز برای هر دو کشور در حوزه توسعه فرهنگی اهمیت داره گام‌های جدی برداریم. در مقابل این تهاجم فرهنگی غرب ما باید داشته‌های فرهنگی ملت را حفظ کنیم و داشته‌های فرهنگی ما سرمایه ایران و تاجیکستان است و این داشته‌های فرهنگی به عنوان سرمایه ماندگار باید برای صیانت از جوانان توسعه پیدا کنه. در حوزه تجاری و اقتصادی ظرفیت‌های خوبی بین دو کشور هست که این ظرفیت‌ها میتونه احیا بشه با جدیت و پیگیری و اراده‌ای که امروز بین دو کشور وجود داره. ما در مسائل منطقه با کشور تاجیکستان نگاه‌های مشترک داریم. هر دو کشور نسبت به مردم عزیز افغانستان دغدغه داریم و معتقدیم مردم افغانستان بعد از 2 دهه اشغال توسط امریکایی‌ها و اونچه که امریکایی‌ها اونجا به یادگار گذاشتن جز ویرانی، قتل و کشتار و عقب نگه داشتن افغانستان از پیشرفت چیزی دیگه عاید افغانستان نشده و این حق مردم افغانستانه که رشد و پیشرفت داشته باشن. مردم بسیار خوب که ما معتقدیم آینده بسیار درخشانی میتونه در انتظار مردم مسلمان افغانستان باشه که ما و تاجیکستان به عنوان 2 همسایه بیش از دیگران احساس مسئولیت میکنیم نسبت به مردم عزیز افغانستان و همواره معتقدیم باید دولتی که بتواند نمایندگی کنه از همه اقوام، مذاهب و از همه مردم افغانستان بتونه کار رو در افغانستان دنبال بکنه به نحوی که نمایندگی از کل مردم افغانستان رو داشته باشه در جهت پیشرفت این کشور گام‌های ماندگاری رو بردارد. نگاه ما در منطقه نگاه مشترکی است در حمایت از مردم عزیز فلسطین. امروز برای ما زمینه بسیار خوبی است از خرسندی و شعف که در جمع مردم عزیز تاجیکستان هستیم، اما یک داغ امروز بر دل همه مردم مسلمان در جهان مانده است و تمام انسانها و مردمان با وجدان عالم رو هم داغدار کرده هم دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت مردم عزیز فلسطین. امروز ما نمیتونیم از موضوع فلسطین
بگذریم. فلسطین مسئله ماست، مسئله جهان اسلامه، مسئله بشریت، حمایت از مردمی مظلوم و مقتدر. اون چه که مورد تأکید ماست همواره قطع سریع حملات به مردم عزیز غزه و پایان یافتن نسل کشی و کودک کشی در سرزمین فلسطینه. 4000 کودک و هزاران نفر از مردم عزیزمون، مردم بیگناه، مردم مظلوم فلسطین به قتل رسیدند، به شهادت رسیدند به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت امریکایی ها و غربی ها. امروز مردم جهان میخوان سریعاً به این حملات پایان داده بشه، محاصره مردم غزه سریعاً شکسته بشه، امداد رسانی به مردم فلسطین آغاز بشه و به حقوق حقه مردم فلسطین توجه بشه. ما امیدواریم این فریاد و این سخن و خواست مردم جهان رو بشنون سازمان‌های جهانی و بین‌المللی و به خواست مردم جهان امروز توجه بکنن و هرچه زودتر به این ظلم روشن به مردم فلسطین خاتمه بدن و بگذارن این مردمی که دفاع از وطنشون میکنن، دفاع از خانه و کاشانهشون میکنن، اینقدر مورد ظلم و تعدی قرار نگیرند و از این ظلم ها رها بشوند. من یک بار دیگه ابراز خرسندی میکنم از اینکه در کشور تاجیکستان هستم، کشور دوست و برادرمون، و بر توسعه روابط بین دو کشور تأکید میکنم. امروز اراده مسئولین عالی در دو کشور مبنی بر توسعه روابط در همه حوزه هاست و معتقدم مسئولین در دو کشور باید این اراده رو اجرایی و عملیاتی کنن. گام هایی که تاکنون برداشته شده بسیار خوب، گام هایی از این پس نیز باید برداشته بشه در جهت توسعه روابط بین دو کشور. در خاتمه یک بار دیگر از آقای رئیس جمهور و از دولت محترم تاجیکستان و از مردم عزیز برای مهمان نوازیشون کمال امتنان تقدیر و تشکر رو دارم و السلام علیکم و رحمت الله. خانم و جنابان، نشست مطبوعاتی ما خاتمه یافت و همه شما برای اشتراک فعالتان عرض سپاس می نمایم. خوش آمدید. سلام علیکم.